کمیته اولویت فوق‌العاده تاجیکستان خبر میداد که طبق معلومات اگنتی هواشناسی جمهوری روز 15 یونی سال 2022 در یک قطار نویه‌های کوهی و نزد کوهی جمهوری بجز از شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان باران‌های شدید در نظر است. این باران‌ها می‌تواند باعث آمدن سیل در منطقه و گردند. علاوه بر این به دلیل بلند شدن دمای هوا خطر بالوروی سطح آب رودخانه‌ها، ریزش سنگ و لغزش ترمه وجود دارد. رعد و برق هم می‌تواند یک خطر دیگر برای اهالی باشد. در رابطه با این کمیته بار دیگر به ساکنان و میمونان کشور مراجعت نموده توصیه می‌دهد که هنگام استراحت در ساحل کول و دریا و آبانبارها احتیاط کنند. رانندگان هنگام سفر با راه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند. کمیته همچنین از اهالی خواهش می‌کند در چنین روزهای سیربارش هنگام عبور از راه‌های کوهی و نزد کوهی احتیاطکار باشند. همچنین موقتا به غنچین ایزم و جمع‌آوری زنبوروغ، ماهیداری و شکار نیز نروند. غیر از این از اهالی خواهش کرده می شود قبل از آغاز بارانی‌های پرشدت جویبار و سیلروحه‌ها را از هر گونه خس و خسپاره‌ها تازه کنند تا آب مجرای خود را به سمت خانه و اولیه‌ها و کشتزاران دیگر نکند.